کثافتی و افلاسی اینها است که امروز به چنین بلا گرفتارند و مردم سیاره را زیر بلا و خطر ماندند و بیگناهان زیاد زندگی را پدرود گفتند و کمبغلان زیاد دیگر در ضعف جان خودند. خداوند بزرگ برای انسانها تمام نعمتهای روی زمین را فراهم آورده است که از آنها استفاده ببریم و درود بفرستیم سوی درگاه حق، نه اینکه چیزهای حرام و غلیظ را استعمال نماییم و سلامتی دیگران ضرر برسانیم. شکر خدا و شکر ناز و نعمتهایش در روی زمین باید کرد، نه اینکه پیش پا زد. آغوشته افلاسی ایشان ببینم، آغوشته افلاسی ایشان ببینم، والله به خدا بنده ناشکر ترینم.